سلام دوستان، این پارت چهارم مرحله آخر آموزش جاکلیدی چرمی مدل خرگوشه. در این قسمت قرار ما دور تا دور بدن عروسک رو بدوزیم و با پشم و شیشه پر کنیم تا فرم اصلی خرگوش ما کامل بشه. در آموزش قبل ما تمامی قسمت هایی که نیاز به دوخت داشت را انجام دادیم. دوخت گوش ها هم انجام دادیم و در این قسمت حالا قبل از اینکه الگوی جلو به الگوی پشت متصل بشه ابتدا بندینک رو متصل میکنیم. ما بین دوتا گوش ها میچسبونیم. سپس دور تا دور بدن عروسک رو همین الگوی جلو رو چسب میزنیم و به الگوی پشت متصلش میکنیم. بعد از اینکه الگوی جلو رو به الگوی پشت متصل کردیم، دور تا دور بدن عروسک رو ما علامت گذاری و پانچ میکنیم. تمام این قسمت ها رو علامت گذاری و با سنبه پانچش میکنیم. خب من شروع میکنم به علامت گذاری تمامی قسمت ها. و این قسمت بدن عروسک هم علامت گذاری میکنیم. دور تا دور بدن عروسک علامت گذاری و دوخت میشه. این قسمت آستینش رو ما یه علامت میذاریم که مشخص بشه. اینجا همینطور بعدی پایین بعد اینکه تمام این قسمت ها رو علامت گذاری کردیم شروع میکنیم به پانچ کردن. خب ما بعد از اینکه الگوی جلو و پشت رو به هم متصل کردیم، علامت گذاری کردیم و پانچش رو انجام دادیم، شروع میکنیم به دوخت دور تا دور بدن عروسک و هر قسمتی رو که شروع کردیم به دوخت، مثلا از قسمت دست ها شروع کردیم به این قسمت که رسیدیم، قسمت پایین لباس، این دست عروسک رو با پشم شیشه پر میکنیم. باز رسیدیم به قسمت پاها، دونه به دونه، تیکه به تیکه، یعنی تمام این قسمت ها رو ما با پشم شیشه پر میکنیم. خب من شروع میکنم به دوخت این قسمت از لباس عروسک. شما یا میتونید گره بزنید یا اینکه سرش رو با فندک بسوزونید. خب ما این قسمت دست رو میدوزیم.
میتونید این قسمت دست رو با نخ سفید بدوزید یا اینکه با همین نخه که دستتون هست دوختش رو انجام بدید. خب من دوخت این قسمت دستش تموم شد. اینجا رو به پشم شیشه پر میکنم. خیلی به مقدار خیلی کم داخلش رو پشم شیشه میزنیم. این قسمت دست این مقدار پشم شیشه میزنیم. خب دوخت رو ادامه میدیم. به قسمت پاها که رسیدیم میتونیم نخ عوض کنیم، با یه رنگ دیگه دوختش رو انجام بدیم. ما با رنگ خاکستری دوختش رو انجام میدیم. ما دوخت این قسمت پای عروسک و این قسمت پای عروسک هم انجام دادیم. حالا با پشم شیشه این دو تا قسمت رو پر میکنیم. ما دوخت این قسمت دست عروسک هم انجام دادیم. حالا شروع میکنیم به پر کردن بدن عروسک و این دست دیگه عروسک. بعد از اینکه شکم عروسک رو دستاشو پر کردیم ادامه دوخت رو انجام میدیم. سر عروسک هم شروع میکنیم به دوختن. به قسمت گوش‌ها که رسیدیم داخل گوش‌ها رو با پشم شیشه پر میکنیم. خب ما ادامه دوخت رو انجام میدیم. ما به قسمت گوش رسیدیم. داخل گوش رو با پشم شیشه پر میکنیم. خیلی مقدار خیلی کم.
با این قسمت از گوشت پر شد، دوخت رو ادامه میدیم. این گوشت دیگر هم همینطور قرق میکنیم و دوخت رو در اینجا به پایان میرسونیم. خب ما دوخت دور تا دور بدن عروسک رو انجام دادیم و به پایان رسوندیم. حالا باید چشمای عروسک رو بچسبونیم و دماغ و دهن عروسک و ابروش رو رسم کنیم. خب ما با استفاده از چشمای متحرک چشمای ما میچسبونید. شما میتونید با چرم چشماشو در بیارید. چشمای عروسک رو ما میچسبونیم. با استفاده از خودکار سیدی بینی و دهان عروسک و ابرو و موجای عروسک رو رسم میکنیم. ابروی عروسک هم رسم میکنیم. خب میتونید برای عروسک هم موژه هم رسم کنید. این دیگه به سلیقه خودتون. این بوفوش هم من بغلش میکنم. خب دوستان، این از پارت 4 مرحله آخر آموزش جای کلیدیمون. دور تا دور شما دوختیم و با پشم شیشه پر کردیم تا فرم اصلی خرگوشمون کامل شد. ممنون که تمام پارت ها رو همراه من بودید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.